ملا با پر دفته شاید بتونی چیز بگویم بشنه 16 روز شده هیچ وقت به گپم گوش نکردی هیچ وقت 10 سال از روزه کردیم میفهمید اینجا خط جنگ میشه با سلاح بخش میکنن به جنگ میرن خوشحال هستن بیاین بده طالع کردم بالاخره امیمو پیدا کردم دختره رو پیشش مونده علاج کردی؟ یکان وقت از سوال میکنم پیش تا اسرائیل هنوز به جانش نامده از وقتی مریض شدیم همراهش گپ میزنم حس میکنم سبک میشم تا من مختصم چی گپ میزد سنگیز تکارم بیشی کسی کوی نداری؟ نه پیوست کارت چیست؟ به مردم لذت میدم مسلمان هستی یا نه؟ مسلمان برای چی؟ اینم یه سانسور میشی میفهمی یعنی من میکشمت خودم میکشمت خب کدی که گفتی اگه سر تجاوز میکنن میفهمی؟ در چون افتخار نیست سر یک فرشه تجاوز کنن چند؟ چی؟ همیشه برات خواهد گفتم اما نمیفهمم چی خواهد فکر کردی بچه از اون چی میخوایی؟ دلم به بچه میسوزه یک دفعه گرده کفک شدیم از خنده خود یای تو انداختم خندم چوب شد این بچه دستشو میگیرم سرسیدم میمانه لیرانایه چیزی نمیگه راه و چاه نشانش میده بعد نمیاد که همشون بچه گپ میزنن بابیم از یک سنگ گپ میزد میگفت در وقت که سنگ پیدا کردیدم شروع برش تمام دردم رازا و اسرارت بگو سنگ گوشت میبره و یک روز سنگ میدرقه و او روز تو آزاد میشی